اگر شما برین یه جایی که 150 میلیون کیلومتر با زمین فاصله داره، مثلا فرض کنیم، بعد اونجا یه دوربین بذارین زمین رو نگاه کنین، چقدر طول میکشه نور از زمین به چشم شما برسه؟ 8 دقیقه دیگه. یعنی شما وقتی از اونجا زمین رو نگاه میکنین 8 دقیقه پیشش رو میبینین. واضحه؟ حالا اگه شما یه جایی برین که فاصلتون با زمین به جای 8 دقیقه نوری 2500 سال نوری باشه، 2500 سال پیش رو میبینین. یعنی هخامنشیان رو میبینین، تخت جمشید رو به شکل واقعیش میبینین. الان اطلاعاتش در کیهان موجوده، کل گذشته، کل زمان اطلاعاتش اکنون در هستی هست. بنا به نقطه ناظر دسترسی به اطلاعات تفاوت میکنه. واضحه؟ همین الان اگه شما برین یه جایی که 2500 سال نوری فاصله داره با زمین، از اونجا زمین رو نگاه کنید با تلسکوپ، 2500 سال پیش زمین رو میبینین. پس اطلاعات مربوط به کل زمان اکنون در کیهان موجود است. کیهان مثل یه مموری بزرگه، مثل رمه، مثل هارد دیسک بزرگه، هیچ اطلاعاتی توش گم نمیشه. کل زمان اکنون موجود است. کل زمان اکنون موجود است.